من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. اینجا الله عز وجل برای کسانی که از جهاد در راه خدا، اینجا امور انتظامیه تمام شدند، اعاده مسئله جهاد هست، مسئله قتال هست. کسانی که در رابطه با جهاد کوتاهی میکنند برای اونها الله تعالی زجر و توبیخ دارد. نمونه از اقوام گذشته این آیات اشاره دارند به داستانی که در زمان بنی اسرائیل و بنی اسرائیلی ها اتفاق افتاد. پادشاهی بود از میان بنی اسرائیل و دعوت داد بنی اسرائیل را، گفت برای جهاد بریم، جهاد با قوم عمالقه که ظالم بودند، متجاوز بودند، بلاد اینها را، سرزمین های اینها را گرفته بودند. این بنی اسرائیل چنان از جهاد می ترسیدند مثل ما، فکر می کردند که حتما مرگ در همین جهاد است، هر که بره کشته میشه. لذا به محض اینکه نام جهاد شد گریختند، فرار کردند. یک گروه بسیار بزرگی، گروه که چندین هزار نفر بود، رفتند گفتند که جنگ در بگیرد ما میمیریم، کشته میشیم. الله عزوجل از این اقدامشان ناراضی شد. خدا میفرماد و هم الوف، هزاران بودند. گرچه بعضی گفتند که اینها از طاعونی، از وبایی فرار کردند و رفتند. بعضی تفاسیر اینجور نوشته، ولی صحیح این است که مسئله جهاد بود، چون ادامه بحث جهاد. اینها از جهاد گریختند. اینها که رفتند خداوند عزوجل همه اینها را یک جا مرگ داد، موت داد، همه را کشت. همه سرید شدند، تو بیابان افتادند. خداوند عزوجل تا 8 روز اینها را زنده نکرد. بعد از 8 روز دوباره زنده کرد و نشان داد که موت به دست من است. موت فقط در جنگ نیست، فقط در جهاد فی سبیل الله نیست. هر وقتی که خدا بخواهد اجل کسی را به پایان برساند او میمیرد. حتما تو جنگ باشه؟ نه خیر. خیلی ها هستن که بدون جنگ هم، مگر کسی تو جنگ باشه هم میمیرد، کسی بدون جنگ باشد هم میمیرد. حتما موت بگیم در یک راهی باشد که راه خطرناکی باشد نیست. یک لطیفه نوشتند تو کتاب ها که کسی ناخدا بود، ناخدای کشتی بود. یک تاجری از او پرسید که پدرت چطور مرد؟
اون گفت پدر من هم مثل من ملوان بود، ناخدا بود، تو دریا یک روز طوفانی در گرفت و به هر حال کشتی سرنگون شد، پدرم فوت کرد. گفت پدر بزرگی چطور مرد؟ گفت ما به هر حال پیشه من همینه، آبایی و اجدادی، پدر بزرگ من هم تو دریا غرق شد و مرد. خیلی مردم هستن پدر و پسر در یک مسیر میمیرن. پدر بزرگ من هم به هر حال هم سالی با کشتی بود و آخر این تاجر گفت که تو نمی ترسی که یک روز تو هم همینطور بمیری؟ این ناخدا آدم زرنگی بود و عاقلی بود. گفت که پدر شما چطور فوت کرد؟ گفت پدر من هیچی، پدر من کاسب بود، بازرگان بود، تاجر بود، مریض شد تو خونه وفات کرد. گفت پدر بزرگ شما؟ گفت پدر بزرگ من هم همینطور تو خونه وفات کرد، هیچ اتفاقی پیش نیامد. گفت تو نمی ترسی یک روزی تو هم تو خونه نمیری؟ تو هم همونطور مثل اونا مریض بشین بمیری؟ متوجه شد اون که به هر حال چه تو دریا باشد، چه تو خشکی باشد، چه سفر باشد، چه حضر باشد، یک روزی باید بمیره. لذا الله عزوجل اینجا نشان داد که موت و حیات به دست منه، هر وقتی که بخوام میکشم. لذا حتما تو جنگ مرگ باشد، در جهاد باشد، نه خیر، این لازم نیست. الله می فرماید الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف. آیا خبرداری از کسانی که خارج شدن از دیارشان، از شهر و آبادیشان، در حالی که وهم الوف، اونها هزاران نفر بودند، حذر الموت، از بیم مرگ، دلیل خروج از بیم مرگ خارج شدند. الله عزوجل فرمود فقال لهم الله موتوا، الله عزوجل آنها را دستور داد بمیرید. اونها مردند. اینها کی بودند؟ ابو سعود نوشته هم قوم من بنی اسرائیل، اینها قومی بودند از بنی اسرائیل. دعاهم ملکهم الى الجهاد، پادشاهشون به سوی جهاد اونها را فرا خواند. فهربوا حذر الموت، گریختند از ترس مرگ. فاماتهم الله 8 ایام، خداوند 8 روز آنها را مرگ داد. ثم احیاهم، سپس زنده کرد. میگویند پیغمبر به نام حزقیل دعا کرد خدایا اینها را مؤاخذه نکن، اینها را دوباره حیات بده. خداوند به برکت دعای او زنده کرد. ان الله لذو فضل علی الناس، بدون شک الله عزوجل دارای فضل است بر مردم. الله فضل می فرماید ولكن اکثر الناس لا یشکرون، اما اکثر مردم شاکر نیستند، سپاسگزار نیستند. خب این داستان را برای شما امت محمد صلی الله علیه و سلم الله تعریف کرد تا شما هم بدانید که مرگ فقط در راه جنگ نیست، موت و حیات به دست الله است. اکنون که این یقین و اذعان در دل آمد، دستور خدا را اجرا کنید. وقاتلوا فی سبیل الله، حکم جهاد خطاب به امت محمدیه علی صاحبها الفتحیه. وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم، بجنگید، قتال بکنید در راه الله. واعلموا، ترغیب اخلاص، یقینا بدانید که ان الله سمیع علیم، بدون شک الله عزوجل شنوا هست، همه سخنهای شما را میداند. علیم، از احوال دل شما آگاه است. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، عرض کردم که موضوع جهاد و انفاق با هم لازم و ملزومند. جهاد بدون اقتصاد ممکن نیست، بدون مال ممکن نیست. هر جا که دستور جهاد است اونجا دستور انفاق هم هست. یکی هست جهاد مالی و یکی هست جهاد جانی، همونطور که عبادت مالی جانی داریم.
الله می فرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی هست اون انسانی که قرض میدهد به الله عزوجل قرض حسنا، یعنی از مال پاکش در راه الله انفاق میکند، نتیجه این قرض میشه فیضاعفه له اضعافا کثیرا، چند برابر میکند الله برای او، اضعافا کثیرا برابر کردن زیاد. والله یقبض و یبسط، الله میفهمد تنگی و فراخی رزق هم به دست الله است. والله یقبض، الله است که قبض میکند، و یبسط، الله است که فراخ میکند، همه چیز را میدهد به شما. و الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او برگردانده میشوید، بازگشت شما به سوی الله است. پس هم در راه الله جهاد بکنید و هم در راه الله انفاق بکنید، خرج بکنید. و اکنون خداوند عزوجل نمونه از جهاد بیان می‌فرماید. ببینید کسانی که به راستی جنگیدند، از خود بزدلی نشان ندادند، ایمان و صداقت نشان دادند، اونها جهادشون نتیجه داد. و اونهایی که ترسیدند، اونها بزدلی کردند، اونها به کجا رسیدند؟ این داستانی هست از قوم بنی اسرائیل که پیغمبرشان حضرت شموئیل علیه السلام بود. حضرت شموئیل بود. بنی اسرائیل بعد از موسی علیه السلام سالهای سال با ذلت و خواری و بدبختی گذراندند. نسلهای گذشته، نسلهای بزدل مردند و رفتند، نسلهای بعدی آمدند. و وقتی که جوانها و نسلهای بعدی آمدند، ذلت را دیدند و تاریخ گذشتهشون را شنیدند که چه بودند، چه عزتی، پیغمبرزاده، دارای همه امکانات، ولی امروز به هر حال جلوی خانه های مردم، کناره های شهرها برای مردم بیل بزن، تیشه بزن، کار بکن، ذلت برداشت بکن، در حالی که سرزمین خودشون ملک شام هست و عمالقه اونجا قابض هست، مسلط هست. لذا اینها به پیغمبر زمان گفتند که ای پیغمبر، ای نبی خدا، برای ما تعیین کن. چی تعیین کن؟ امیری تعیین کن، فرماندهی تعیین کن که ما میخواهیم بجنگیم، ما میخواهیم بجنگیم. خب پیغمبر هم از الله عزوجل خواست و دعا کرد. الله تعالی یک انسان هم عالم، هم قوی، هم مخلص به نام طالوت را به عنوان فرمانده تعیین کرد. بنی اسرائیل دیگه بنی اسرائیل بودند، همه جا کارشون درست نیست. اینجا که غیرت کردند و میخوان جهاد بکنن، باز همون رگ تمرد و نافرمانی و انتقاد و اعتراض را دارند. گفتند که چرا طالوت، چرا کسی که هم از نسل ملوک باشد یا از نسل پیغمبران باشد؟ شما میدانید که بنی اسرائیل فرزندان یعقوب هستند. سیدنا یعقوب علیه و علی نبینا السلام چند تا فرزند داشت؟ 12 تا داشت. و پادشاهان از نسل یهودا بودند. پسر بزرگ حضرت یعقوب کیه؟ یهودا. پادشاهان از نسل یهودا بودند و انبیا از نسل لاوی بودند. لاوی هم فرزندی از فرزندان یعقوب که موسی هم از فرزندان لاوی هست، از نوه‌های لاوی هست. بعد از 4-5 پشت موسی به لاوی میرسد. لذا انبیا هرچی بودند از نسل کی بودند؟ لاوی بودند. و پادشاهان و ملوک از نسل، عرض کنم خدمتتون که یهودا بودند. اما طالوت از نسل بنیامین بود، فرزند کوچک حضرت یعقوب.
همونطور که پدران با برادرش حسد داشتن، اینها هم با نوهش. گفتن چرا طالوت، چرا از بقیه، از اولاد یهودا باشد که ملوک هستند، از اولاد لاوی باشد که همه چی هستند، انبیا هستند، از اونها کسی. ولی الله عزوجل استعداد و لیاقت را نگاه میکند، حسب و نسب را نگاه، گرچه نسبشون یکی بود، همه فرزندان یعقوب بودند. لذا الله تعالی دستور داد که نه، همین طالوت هست. بعدن کرامت های برای طالوت پیغمبر تعریف کرد، علائمی تعریف کرد که اون علائم را میخوانیم. بعدن اون علائم وقتی که ظاهر شد، اینها یقین کردن که این منسوب من الله هست، از جانب خدا هست. الله می فرماید الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، آیا خبر داری به ملأ از بنی اسرائیل، جمعی از بنی اسرائیل، من بعد موسی، سرداران بنی اسرائیل بعد از موسی، از اونها خبر داری؟ اذ قالوا لنبی، این سرداران، این ملأ گفتن به نبی. نبی کیه؟ قال ابو عبید هما شمویل بن حنه ابن العاقر و علیه الاکثر. این نبی شمویل هست ابن حنه ابن العاقر. اکثر مفسران همین عقیده را دارن، روح المعانی. اذ قالوا لنبی لهم، زمانی که گفتن این بنی اسرائیل، این ملأ، این درباریان و سرداران گفتن به پیغمبرشان حضرت شمویل ابعث لنا ملکا، ابعث یعنی عین، تعیین کن برای ما پادشاهی، فرماندهی، نقاتل فی سبیل الله، که ما جهاد بکنیم، بجنگیم در راه الله با قوم عمالقه. ولی این پیغمبر هم از عادات شریفشون خبر داشت. پیغمبر هم پیش بینی کرد که من اگر تعیین بکنم، شما یه وقتی انکار نمی کنید، نافرمانی نمی کنید. قال هل عسیتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. این استفهام تقریری هست. استفهام چیه؟ تقریری، یعنی این چنین نیست، بله هست. هل عسیتم، آیا امید این می رود که این کتب علیکم القتال، اگر بر شما جنگ لازم بشه، الا تقاتلوا، این احتمال می رود، این امید می رود. قالوا وما لنا، الان رفع ما نمی کنند، چرا ما نجنگیم؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، چه شده ما را که نمی جنگیم در راه الله؟ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، مقتضیات قتال، اینها تقاضا هستند که باید بجنگیم. وقد اخرجنا، در حالی که ما بیرون کرده شدیم، من دیارنا، از دیارمون، و ابنائنا، از فرزندانمان، ما را بیرون کردند، ما جایی نداریم، باید بجنگیم، باید عزت از دست رفته خودمون را حاصل بکنیم. فلما كتب عليهم القتال، خلاصه اینکه زمانی که بر آنها جنگ لازم شد، همان گونه که پیغمبرشون پیش بینی میکرد، تولوا الا قلیلا منهم، پشت دادند، اعراض کردند، روی گردانی کردند، الا قلیلا منهم، مگر اندکی از آنها. والله علیم بالظالمین، خداوند خوب میداند ظالمین را. لذا اندکی به جنگ رفتند. اون اندک میگویند آخر به 313 نفر رسیدند، در تفاسیر اینگونه نوشته، والله اعلم. اما اکنون تفصیل این اندک چطور کم شدند، چطور پشت دادند تا اینکه این تعداد کم ماندند. وقال لهم نبیهم، تعیین خلیفه، تعیین فرمانده. وقال لهم نبیهم،
پیغمبرشان به اونها گفت، حضرت شموئیل، ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، بدون شک خداوند تعیین کرده برای شما طالوت را به عنوان ملک، به عنوان افسر یا فرمانده. قالوا انا یکون له الملک علینا، اعتراض، چگونه میشه برای او ملک پادشاهی بر ما، در حالی که اون از نسل پادشاهان نیست، از نسل ملوک نیست. و نحن احق بالملک، ما حق دارتر هستیم به پادشاهی، به فرماندهی منه از آن. مگه اون اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که پول نداره. ولم یؤت سعة من المال، مال وسیع ندارد، مال زیاد ندارد، دار و مدار بر مال می گرفتند، عزت در مال هست. اما جواب پیغمبر، قال ان الله اصطفاه علیکم، بدون شک الله تعالی برگزیده او را بر شما، و زاده بسطة فی العلم والجسم، افزوده در او از نظر بسطه، فراخی در علم و جسم. یعنی خداوند هم او را انسان قوی قرار داده، انسانی هست که تاکتیک های جنگی را خوب بلد هست، پهلوان هست، قهرمان هست، و هم از نظر علمی یعنی عالم هست، به مهارت های جنگی خیلی خوب وارد هست. لذا الله تعالی او را انتخاب کرده، و این انتخابی که الله می فرماید بر اساس مشیت او هست، بر اساس پدر بزرگ نیست، بر اساس جد انسان نیست، بر اساس پول و مال انسان نیست. والله یؤتی ملکه من یشاء، الله میداد ملکش را به هر کسی که بخواهد. والله واسع علیم، الله واسع هست، یعنی هر چیز پیش او با وسعت هست. علیم، هم قدرتش واسع هست، هم علمش وسیع هست، همه چیز را میداند. خب وقتی که به بنبست رسیدند، انکار کردند، پیغمبر بهشون گفت که یک نشانی هست برای اینکه منسوب من الله هست. اون نشانه اینه که اون تابوتی که، اون صندوقچه‌ای که قوم فلسطینی، اهل فلسطین برداشته بودند از پیش شما و گریخته بودند، اون را خداوند جلوی طالوت میارد میذارد. یک صندوقچه‌ای بود که قرآن میگه که سکینة من ربکم و بقیة مما ترک آل موسی و آل هارون تحمله الملائکه، تون آرامش بود و بقایا و یادگارهایی بود از موسی و هارون، آل موسی و آل هارون. میگویند تورات نسخه اصلی توش بود، عصای موسی، عمامه موسی یا عمامه هارون، خلاصه بعضی از آثار این انبیاء خدا در او بود، و این سبب خیر بود، سبب برکت بود برای بنی اسرائیل. اما این را اهل فلسطین اون زمان دزدیدند. از زمانی که دزدیدند، همش در ابتلا، همش در مصیبت، همش در رنج، روز خوش نمی دیدند، هر روز خبر بدی برایشون. آخر به این نتیجه رسیدن که این بر اثر همین صندوق هست. در بعضی روایت ها می آید که اون را به 2 تا گاو بستند و گذاشتند که اون گاوها را فرشته راهنمایی کرد اینجا بیایند جلوی طالوت. بیشتر مفسران این را نوشتند، ولی حضرت شیخ حسین علی می فرماید که اینجا هست تحمله الملائکه، ملائکه را اون صندوق را از همون جایی که برده بودند از اونجا بلند کردند، از هوا آوردن جلوی طالوت که همه دیدن کرامت طالوت را، که طالوت دارای این کرامت و این اعزاز شد
لذا اونها به ناچار امارت طالوت را و فرماندهی طالوت را پذیرفتند. خب این قبلا هم عرض کردم که از آثار انبیا تبرک گرفتن هست در قرآن مجید، نمونهش همینه. و اینجا بقایای موسی بود، اما از بقیه انبیا از رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ما داریم، در احادیث زیاد داریم، ولی غیر از انبیا از کسی دیگه ما آیه یا حدیث صحیحی نداریم. بله. وقال لهم نبیهم، نبی بهشون گفت ان آیت ملکه، نشانه پادشاهی او این هست که ان یأتیکم التابوت، می آید پیش شما تابوت، فیه سکینة، در آن سکینه هست، آرامش هست، من ربکم، از جانب ربتان، و بقیه هست، یعنی بقایایی هست، تبرکاتی هست، مما ترک آل موسی و آل هارون، یادگارهایی هست، همان یادگارهایی که گذاشته آل موسی و آل هارون. این تابوت می آید در حالی که تحمله الملائکه، ملائکه او را حمل می کنند، ملائکه بدوش دارند، می آورند جلوی طالوت. خب من چند تا عبارت می خوانم که در رابطه با همین صندوقچه هست. و هو التورات المودع فیه، این که سکینه هست چون که توراتی که در اون گذاشته شده، بناء على ما مر من ان موسی اذا قاتل قدمه، این در واقع بنابر این است که موسی علیه السلام هرگاه که با کسی می جنگید همین تابوت را، همین صندوقچه را چکار می کرد؟ جلو می فرستاد. بله. فلتسکن الیه نفوس بنی اسرائیل، که نفوس بنی اسرائیل با او چی بگیرد؟ آرامش بگیرد و ساکن بشه. خب اما چگونه این تابوت آمد؟ قال ابن عباس رضی الله عنه جاءت الملائکه تحمل التابوت بین السماء والارض، از آسمان می دیدند که تابوت داره میاد، بین السماء والارض بود، نه اینکه بر گاوی و بر عرض کنم گاری گاوی بود. حتی وضعته بین یدی طالوت والناس ینظرون، حتی که گذاشت اون را جلوی طالوت و مردم چی می کردند؟ می دیدند. لذا وقتی که جلوی طالوت گذاشت اونها قانع شدند. ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین. الله تعالی می فرماید که در این آیه هست برای شما اگر شما ایمان داشته باشید. لذا الله تعالی به شما نشان داد آیه خودش را و نشانی امارت را. به هر حال طالوت فرمانده شد، تعیین شد، حرکت به سوی قوم عمالقه. خب عنایت بفرمایید وقتی که اینها رفتند، در میان این جماعت هم منافقین بودند هم مخلصین بودند. باید منافقین از مخلصین جدا بشه. همیشه در هر زمانی الله تعالی امتحاناتی میاره، آزمایشاتی میاره، میخواد که مخلصین را از منافقین جدا بکند. در معرکه های مختلفی برای اصحاب رسول الله هم شدت ها آمد، سختی ها آمد، تا اینکه مشخص بشه که کی برای خدا و کی برای ریا هست. لذا اینجا هم همچنین اینها رفتند و خیلی تشنه شدند و خیلی در راه زحمت شدند. آخر نهری بود، جوی آبی بود. طالوت گفت که خداوند شما را امتحان کرده، شما از این آب باید نخورید. هر که خورد فقط به اندازه یک دست و یک کف، بیشتر نه. لذا الله می فرماید فلما فصل طالوت بالجنود، وقتی که جدا شد طالوت به جنود با لشکریان به سوی عمالقه، قال ان الله مبتلیکم بنهر، گفت به درستی که الله عزوجل شما را ابتلا می کند به نهر، به نهری، به جوی، فمن شرب منه
فلیس منی. هر کسی که اینجا الله تعالی 3 صورت گذاشت. یک صورت عرض کنم که همون افراط هست، فمن شرب منه، هر کسی بخورد، فلیس منی، لیس منی ای لیس من اصحابی فی هذه الحرب، فی هذا الحرب، بله از اصحاب من در این جنگ نیست. قرطبی گفته این مفرط است، این باید برگردد. بقیه 2 حالت دارند، رخصت، عزیمت. و من لم یطعمه، هر کسی که اصلا نخورد، این چی است؟ عزیمت است. فانه منی، اون از من هست، یعنی در جنگ با من شریک. این نوع دوم. الا من اغترف غرفة بیده، مگر کسی بگیرد یک کف با دستش، با کفش. غرفه میگم با یک دست، با یک کف گرفتن. لذا این رخصت است، کسی که خیلی مجبور بود به همین اندازه. الا من اغترف، نوع سوم است. الله می فرماید فشربوا منه، خوردن از آن آب، ملء بطونهم، یعنی شکمشون را پر کردن از آب. ملء بطونهم الا قلیلا منهم، مگر اندکی بودند که این اندک را گفتند 313 نفر بودند، بقیه را که خوردند حضرت طالوت گفت شما برگردید. الله می فرماید فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، وقتی که از آن نهر، از آن جو گذشتند، طالوت گذشت، والذین آمنوا معه، کسانی که ایمان آورده بودند همراه طالوت، و هم القلیل، همون کم هستند. این کم هم بعد یک مقدار متزلزل شدند، اینا 2 گروه شدند. وقتی که لشکر عمالقه را نوشتن، اینا تعدادشون خیلی کم بود، 300 نفر بود، بیشتر کمتر. بعضی گفتن اونا 90,000 نفر بودن، بعضی کمتر گفتن 3,000 و 1000 و عددهای مختلف. انسان نمیشه روی این عددها اعتماد بکنه، در قرآن و سنت نیامده، ولی همین قدر از قرآن معلوم میشه، از صریح قرآن، که اونا خیلی زیاد بودن نسبت به اینها. وقتی که اون جمعیت را، اون صف را، اون عرض کنم که لشکر را دیدن، اینها متزلزل شدن، گفتم ما نمیتونیم با اینها بجنگیم. اینا کی بودن که سستی از خود نشان دادن؟ گفتم مفسرین که الذین شربوا من النهر، اونهایی که به اندازه یک غرفه، یک کف خورده بودن، اینها همتشون سست شد. اما اونهایی که هیچ نخورده بودن، اینها مبلغ شدن، اونها داعی الی الجهاد شدن، گفتن نترسید، خداوند با ماست. خیلی گروه های اندک بوده که بر گروه های زیاد چی شده؟ غالب شده. لذا الله می فرماید قال الذين يظنون انهم فلما جاوزه، وقتی که از نهر رد شدند، هو والذین آمنوا معه، طالوت و کسانی که ایمان آورده بودند همراه طالوت، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت و جنوده، گفتن کسانی که آب خورده بودند نیست توانی برای ما امروز با جالوت و جنودش. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، گفتن کسانی که یقین داشتند، قرطبی میگه به معنی الیقین، یقین داشتند که آنها الله را ملاقات میکنند، آنها بعد از مرگ پیش خدا میروند. چی گفتند؟ کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، چقدر از گروه ها، از جماعت های اندک، جماعت های مختصر، غلبت غالب شده، مسلط شده، فئة كثيرة بر جماعت های زیاد، بر لشکریان زیاد، بإذن الله، بتوفیق الله، بتوفیق الله. خیلی از انسان های اندک بر زیاد غالب شدن. والله مع الصابرین، الله عزوجل با صابران است، معهم، با اونها است. در چه چیزی؟ بالنصر والاثابه، هم خداوند صابران را یاری میکند و هم اونها را ثواب میده، بالنصر والاثابه. به هر حال
وقتی که این تبلیغ را کردند، اونهایی که آب نخورده بودند تقویت شدند. اون گروه دوم آمدند ایستادند در مقابل جالوت. اون طرف قوم عمالقه در رأسشون پادشاهی کشون کی بود؟ جالوت بود. الله می فرماید ولما برزوا لجالوت و جنوده، زمانی که ظاهر شدن برای جالوت و جنودش، در مقابل جالوت و جنودش ایستادند، در یک میدان روبروی هم قرار گرفتند، ظاهر شدن یعنی هم دیگر را دیدند، صف آرایی کردند، مانور نشان دادند. وقتی که اونها را دیدند اکنون اینها مناجات کردند، از ربشان استمداد کردند. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا، گفتم بار الها بر ما صبر، به ما صبر بده. افرغ بریز یعنی به ما صبر بده. این اولین دعا هست ثبات قلبی، یعنی دل ما را قرص بگردان، دل ما را قرص بگردان، صبور بگردان. و ثبت اقدامنا، ثبات قدمی، ما را ثابت قدم بگردان، یعنی پا به فرار نگذاریم، هم دل ما قرص باشه هم قدم های ما ثابت باشه، شکست نخوریم. وانصرنا علی القوم الكافرین، ما را یاری بفرما بر قوم کافرین. به وقت مبارزه، به وقت جنگ ما را بر اونها چی بده؟ غلبه عنایت بفرما. الله می فرماید فهزموهم باذن الله، شکست دادند آنها را به اذن الهی. همون کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة. هرگاه در راه حق انسانهای قرار بگیرن ولو اندک باشد. ببینید از این واقعات ما این درس میگیریم، انسانهای بر مسیر حق باشند ولو اندک باشند الله غلبه میده. الله تعالی اینها را غلبه داد. فهزموهم باذن الله، خداوند اونها را شکست داد به اذن الهی، یعنی به قضاء الهی. و قتل داوود و جالوت، حضرت داوود جالوت را کشت. سیدنا داوود علیه السلام در این زمان پیغمبر نشده بود، اونطوری که مفسران نوشتن حتی که داوود جز مجاهدان هم نبود، به عنوان سرباز همراه نبود. برادر بزرگتر حضرت داوود جز مجاهدان و لشکریان طالوت بود. داوود گوسفندهایی داشت و گوسفندها را میچراند، لذا وقتی که شنید در فلان میدان جنگ هست داوود هم اونجا آمد، دید که جالوت از صف آمد بیرون و گفت هل من مبارز، کیه که با من مبارزه بکنه، کیه که با من بجنگد. دعوت به مبارزه داد. داود علیه السلام جوان بود، قدرتمند، بنا بود که فردا یعنی بعد از چند سال پیغمبر هم بشه. لذا الله تعالی نیروی خاص جوانی به داود داد. حضرت داود حمله کرد، اسلحه نداشت، با سنگی زد جالوت را کشت، از پا در آورد. و در تفاسیر نوشته والله اعلم قبل از اینکه جنگ شروع بشه، صف آرایی بشه، جالوت لشکریان خودش را تشویق کرد، گفت هر کس از شما طالوت را بکشد من دخترم را به او میدم. به سربازانش گفت. طالوت هم در مقابل اعلام کرد، گفت که هر کسی که جالوت را بکشد من دختر جالوت را به همون میدم. هر کسی که جالوت را بکشد همون دختری که جالوت میگه، دختر جالوت را به او میدم، به قاتل جالوت. لذا حضرت داود علیه السلام موفق شد. داود که جالوت را کشت، لشکریان دیگه همتشون سست شد، شکست آغاز شد. بعد از اون کشته شدند و فرار کردند. الله می فرماید و قتل داوود و جالوت، داوود جالوت را کشت. و بعد از اون داوود که به ملک رسید، غالبا همین ملک بود که پادشاه را هر کسی کشت پادشاه همونه دیگه. در قدیم رسما بر همین بوده که هر کس پادشاه را کشت پادشاه اون بوده.
الله می فرماید و آتاه الله الملک، بعد از این ما به داوود علیه السلام دادیم ملک، پادشاهی دادیم، و الحکمه و نبوت دادیم. حکمه یعنی نبوت. و علمه مما یشاء، الله می فرماید که هر چیزی که الله خواست به او آموزش دادیم. چه آموزش دادیم؟ در قرآن میخوانیم و علمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم الى آخر. خیلی مهارت ها را الله به داود علیه السلام یاد دادند. اکنون الله تعالی فلسفه جهاد را اینجا بیان میفرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. این جمله معترضه هست. اگر نبود دفع مردم بعضی را، یعنی بعضی زورگویان وقتی که زور میگویند، چپاولگران چپاول میکنند، دزدان دزدی میکنند، رهزنان رهزنی میکنند، قدرت دارند، اسلحه دارند، الله تعالی مشتی را از مخلصین، جماعتی را از مخلصین علم میکند که اونها را دفع کنند، اونها را بزنند، جلوی ظلمشون را بگیرند. الله میفرماید اگر این دفع مردم بعضی را نبود لفسدت الارض، تمام زمین چی میشد؟ فساد میشد. یعنی لفسدت معیشتها الدینیه و الدنیویه، زمین فساد میشد، یعنی معیشت دین و دنیای مردم چی میشد؟ خراب میشد. و بقتل الابرار و غلبت الاشرار و هدم اساس الدین، ابرار را میکشتند، اشرار غلبه پیدا میکردند و اساس دین از بین میرفت. و تخریب البلاد و تعذیب الصالحین، بلاد از بین میرفت، صالحین از بین میرفتند. لذا الله عزوجل میخواهد که مردم را به وسیله مردم دفع کند. لذا جهادگران را الله علم میکند، دست ظالمان را چی بکنند؟ کوتاه بکنند. آخر کار به جای میرسد که حتی دشمنان دین، غربی ها، اروپایی ها، امریکایی ها هم به برکت جهاد میایم برای مسلمانان خدمت میکنند. میگن شما آرام باشین، ما برای شما مسجد میسازیم. لذا الله میفرماید اینهایی که مساجد را منهدم میکردن الان میاند به هر حال تعمیر مساجد میکنند. این به برکت چیه؟ به برکت جهاده. ولولا دفع الله الناس، اگر نبود دفع الله که الله دفع میکنه مردم را بعضهم به بعضی را به وسیله بعضی، لفسدت الارض، زمین فساد میشد. ولكن الله ذو فضل على العالمین، اما الله عزوجل دارای فضل است بر عالمیان، بر انسان ها فضل فرموده، جهاد را مشروع قرار داده. در آخر الله تعالی این آیه را بیان می‌فرماید به منظور صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید پیغمبری که به مکتب نرفته، یک خط نوشتن بلد نیست، امی هست، درس نخوانده هست، ولی چه مسائلی، چه جزئیاتی از طالوت و جالوت تعریف میکنه، از شمویل حزقیل میگه، از احوال اون زمان میگه. اینها را چه کسی میتواند بگه؟ کسی که ارتباط مستقیم با الله داشته باشد، ارتباط از طریق وحی داشته باشد. لذا الله میفرماید تلک آیات الله، بنویسید جمله معترضه برای صداقت رسول الله. تلک آیات الله، اینها آیات الهی هستند ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. نتلوها علیک بالحق، ما تلاوت میکنیم اینها را به حق، اینها راستند، واقعند، مطابق واقعند. علامه قرطبی میگه نبه الله تعالی، خداوند اینجا تذکر دادند، متنبه فرمودند ان هذه الآیات التي تقدم ذکرها، این آیاتی که ذکرشان گذشت، لا یعلمها الا نبی مرسل، این آیات را نمیدانند مگر نبی مرسل، نبی که فرستاده شده از سوی الله باشد. لذا الله می فرماید که نتلوها علیک بالحق،
ما بحق تلاوت میکنیم بر شما. و انک لمن المرسلین، این نتیجه هست. نتیجه این آیات ثابت میشه که به درستی شما از فرستاده شدگان هستید، از مرسلین رسولان خدای عزوجل هستید. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين